آیا در اسلام بین قاش را چیدن ممکن است؟ یعنی شریعت اسلام این را اجازت میدهد؟ و اگر به همین سوال باز سوالی مانند هم هست، گاهی می شود که مردان نیز این کار را میکردند. آیا به مردان نیز همین چیز جایز است؟ بین قاش یعنی یگان حدیث یگان آیت نیست که منع کرده باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم چیدن قاش را حرام گردانیدند. این به تغییر خلق الله تعالی می‌دارد. قاش را یعنی مگر در کدام حالت ممکن است؟ اگر قاش دراز شده به بالای چشم فراید، ممکن است همون تاری که مقصد به بالای چشم فرآمد برای انسان خلل میرساند آن را بریدن درست است. اما چیدن قاش برای زیبایی پیامبر صلی الله علیه و سلم لعنت کردند. زنها یا مردها کسی نباشد اگر قاش چیند، این گناهی کبیره است. اما چیندن بین قاش، بعضی انسان ها واقعا بین قاششان یعنی موی غفص دارد. از نگاه شریعت یگان آیت یگان حدیث نیست که منع کند چیندن میان بین دو قاش را. بنابراین اجازت است که اگر فاحش باشد، مقصد غفص باشد، برای یعنی که حالت اصلیش برای گرداندن اجازت است. یگان دلیل نیست که ما حرام گوییم.